یکی از مهمترین تکنیک‌ها برای لاغری فستینگه که قبلا یه سری توضیحات خیلی خلاصه در موردش دادم، ولی خب گونه‌های خیلی زیادی داره. من ایمان هستم، تو این پست میخوام در مورد فستینگ صحبت کنم. ما فستینگ انواع مختلف داریم. حالا اون فستینگی که معروف شده تو دنیا به نام اینترمیتنت فستینگ که ترجمه تحت لفظش میشه روزه متناوب، گونه‌های مختلفی داره و بحث اصلیش تایم نخوردنه. فستینگ کلا ماهیتش اینه. خب فستینگ از کجا شروع شده؟ یا همون روزه خودمون. حقیقتش بخوام بگم از انسان‌های اولیه شروع شده، چون حالا اونها چیزی به نام اینکه ما عمدی داریم روزه میگیریم نداشتن. اونها غذا گیرشون نمیومده، هر 4-5 روز یک بار هر جور که بوده به غذا میرسیدن غذا رو مصرف میکردن. ما سیستم بدنمون اینجوری ساخته شده بود، یعنی خدا ما رو اینجوری برنامه‌ریزی کرده که منقرض نشیم. حقیقتا حتی تو دوره‌هایی که فراوانی هم بوده، فیلسوفا متوجه موضوع شدن که فستینگ چقدر میتونه مفید باشه، یا نخوردن به طور کلی به زبون ساده. و از این 5000 سال به بعد تو همه ادیان میبینیم که فستینگ و روزه یک چیزی بوده که اهمیت داشته. خب فستینگ فواید خیلی زیادی داره. من نمیخوام تو این پست اصلا به فوایدش برم چون خیلی گسترده است. تو این پست میخوام ببینم آقا فستینگ با اون کالری محدود کردن فرقش چیه؟ خب شاید خیلی‌ها بپرسن فستینگ و کالری محدود کردن که جفتش یکیه. دقیقاً فرقش تو محدود کردن زمان و تایم خوردنه. بدن ما اینجوری ساخته شده که اگر تایم طولانی بهش غذا نرسه متوجه میشه که یک سری چربی ذخیره کرده برای مصرف کردن و برای روز مبادا، ولی اگر مداوم به بدنمون غذا برسونیم خب این قضیه دیگه رخ نمیده، چون مکررن داره انسولین ترشح میکنه و وقتی انسولین ترشح میشه قند خونمون تعادلش رو به هم میزنه. ولی وقتی تایم طولانی غذای مصرف نمیشه و انسولین دیگه تو خون ما ترشح نمیشه، بدن متوجه موضوع میشه که خب غذای در کار نیست، من باید چی کار کنم؟ متوجه این بانک چربی، بانک ذخیره انرژیمون میشه که حالا اطراف شکم و جای مختلف بدن اون ذخیره کرده و میاد اینها رو میشکونه و به انرژی تبدیل میکنه. پس لزوم این که بدن و مغز ما متوجه چربی ذخیره شده ما بشه این که تایم طولانی تری هیچ چیزی نخوریم. ما مجازیم که یه سری نوشیدنیای بدون کالری مثل آب، مثل چای، مثل قهوه، البته بدون شیر، بدون هیچ شیرین کننده، اینا رو میتونیم مصرف کنیم تو طول فستینگمون و مثلا یه چیز مثل قهوه و چای اتفاقا خیلی هم تاثیر مثبتی میتونه رو اون دوره فستینگمون بذاره. من تو پست‌های آینده دقیقاً جزئیاتی در مورد سیستم‌های مختلف فستینگ میگم. سیستم فستینگ 16/8 چیه؟ اصلا از کجا فستینگ رو شروع کنیم؟